صحیح اربعه که جناب مولانا محمد جاوید امشب برای ما نقلی رو از امام سبکی در شفا و سقام فرمودن که تا قرن هشتم که ابن تیمیه آمدن هیچ عالم اهل سنتی توسل به پیامبر صلی الله علیه و سلم، به اولیاء و صالحین و همچنین استغاثه به آنها را بعد از وفاتشان انکار نکردند. هیچ کدامشان انجام ندادند این توسل شرکی را که در میان صوفیان و شیعیان رایجه، نه صحابه نه تابعین نه تبع تابعین که در خیر القرون بودند انجام ندادند. کجا علی رفت سر قبر پیامبر توسل جست؟ کجا ابوبکر رفت سر قبر پیامبر توسل جست؟ آقای یوسف علیکم السلام، خیلی خوش آمدید، طاعتتون قبول. آمین یا رب. خوش باشید، خداوند به شما و والدینتون نصیب فرماید. لطف کرده لینک نشر آنلاین رو برنامه رو بفرستید. این روزا آنلاین نداره متاسفانه، چند روزی که آنلاین نداره، انشاءالله که درست میشه. الله الله کو صبح فتح و ظفر کی می آید، پایان رنج بشر عالم در شور و نواست، انسان بر غیر فناست، یک سو طغیان ستم یک سو آهنگ بلا، نه خروش آوایی نه امیدی از جایی، یا رب دلها خون شد از غربت و تنهایی، ستم از حد بیرون شد غم دلها افزون شد، رفت از عالم یک سر آرام و شکیبایی، بنگر خصم سرکش را بنگر دود و آتش را، یک سو ذبح انسان را یک سو مسخ ایمان را. الله 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 فریاد از جور زمان. الله الله زیارت کربلا. خانم شهین از کردستان علیکم السلام ورحمة الله. شبتون بخیر، زیارتون قبول باشه. آمین یا رب. و خداوند به شما هم نصیب فرماید. آیا نمازی به نام نماز توبه داریم؟ نه، نمازی به نام نماز توبه نداریم، لیکن انسانی که توبه کرد دو رکعت نماز میخونه، غسل میکنه، اشکالی نداره. گلوی ما رو خوش کردن، من هرچی میگم باور نمیکنن، امان از گلو، واقعا سختی کسی رو بفهمونیم. حتی حکم تکفیر ما رو صادر کردن. به خاطر همین گفتم چیزی به نام صلات توبه نداریم. نماز خوف، نماز باران و بقیه نمازهایی که داخل سنت هست اومدن. دقیقا آقای بلال امینی هراتی از اصفهان، میخواستم بدونم تا چه حد این کلیپ صحت دارد. نه این نشد، یعنی تا چه حد صحت دارد این نشد. کلیپ رو باید توضیح بدید که چی هست. مولود داستانو پوغ چیز مشکولی آورده اگر مشکولی دشپیه هر شپه داره. اصلا چه زمانی من نمیدونم، این زبان فارسی نیست. پخش اینترنتی و آنلاین برقراره و به من گفتند که نیست. پس اونی که نیست این پخش آنلاین نیست، پخش آی پی استاره. پس
دست شما درد نکنه آقای یوسف. آقای حسن بهبهانی هدایت شده یا حسن از بهبهان: بنده 27 سالمه. آیا شرایط دارم برم مدرسه دینی اهل سنت؟ نمیدونم. این بسته مدارس دینی فکر کنم برای خیلی شرط سنی نمیگذاره. این باید از مدارس سوال کنید، از خود مدارس سوال کنید، سایت هاشون رو نگاه کنید. خداوند بهتون توفیق بده. قتل یک روحانی اهل سنت در زندان. بر اساس گزارش سنی نیوز، مولوی موسی رحیمی از روحانیان شرق استان هرمزگان و منطقه سیری که مدتی پیش توسط ماموران وزارت تروریستی اطلاعات در مینا بازداشت و بندر عباس منتقل شده بود، توسط عناصر جمهوری ابلیسی در زندان به قتل رسیده است. گفته می شود ماموران سرکوبگر امنیتی در تماس تلفنی با خانواده مولوی رحیمی از آنان درخواست کردند که جهت دریافت جسد، بفرمایید عدل علوی رو نگاه کنید، مبلغی را به حساب حکومت واریز کنند. هم میکشند هم پول تیر رو میگیرند. خدا رحمتش کنه و به فرزندانش صبر بده و قاتلانش را نفرین کند و از خامنه‌ای و در دستش انتقام بگیرد. جعفر دانشه، معلم 55 ساله‌ای که در فردوس خراسان به 18 تا دختر بچه 11 ساله تجاوز کرد. بارها از جنایات بیماران پدوفیلیا در نقاط مختلف دنیا شنیدیم. این جانیان در همه جا با بالاترین درجات مجازات میشن، اما حاکمیت ولایت وقیح داستان دیگه ای داره. شگفت زده میشین اگه بدونید که این متجاوز خراسانی 1 سال پیش هم پرونده تجاوز به کودکان داشته، اما خبری از مجازات نبوده و همچنان به تدریس خصوصی دختران ادامه داده. شگفت زده تر زمانی میشینین که بدونید دادگاه فقط برای 5 سال برای تجاوز به 18 تا دختر بچه برای این جانی حبس بریده. علت چیه؟ صیغه، همون تبصره‌ای که معلم جانی از اون تو دادگاه استفاده کرده. بگو من تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم. تو یه قطار شهربازی، تو یه نیازی داری، منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. چون صادقه مشکل دارید باش، میگه زنا بکن اما متعه نکن. طبق فتوای مراجع شیعه یه مرد میتونه حتی با دختر شیرخواره هم صیغه کنه. معلم جانی هم در دادگاه همین رو گفته دختران رو صیغه میکردم. تنها علت همین 5 سال مجازات هم عدم رضایت ولی کودکان بوده، وگرنه خیلی سال پیش خمینی جواز کامگیری و لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفقیز یا همون لاپایی رو داده بوده، هرچند دختر شیرخواره باشه. هشتگ اینجا خونه فساده، توف به شرف نداشتتون. کدام دشمن می توانست در عرض 43 سال فرهنگمان را نابود، هویتمان را تحقیر، کاسبانمان را دزد، مدیرانمان را رانتی، جنگل‌هایمان را نابود، جوانانمان را معتاد، دشت‌هایمان را کویر، معلمانمان را بیچاره، کشاورزانمان را دربدر، اساتیدمان را منفعل، بانک‌هایمان را کمرمق،
نخبه هایمان را فراری، کارمندانمان را بیکار، کارگرانمان را گرسنه، مزرعه هایمان را ویران، تالاب هایمان را خشک، صنایعمان را ورشکسته، پاسپورتمان را بی‌اعتبار، دریاچه هایمان را باطلاق، پزشکانمان را بی‌وجدان، بازنشستگانمان را محتاج، کارآفرینانمان را بدهکار، رودخانه هایمان را بی‌آب، مسئولانمان را اختلاسگر، آثار باستانیمان را تخریب، دانشجویانمان را کم سواد، دانشگاه‌هایمان را بی‌خاصیت و پولمان را 4000 برابر بی‌ارزش کند. دشمن ما همین جاست. دشمن شما در حوزه هاتونه. مصطفى السيد مصطفى من إيران، مرحبا بك سيد. سلمكم الله. يا سيد، يعني ماذا استفادت الأمة من غيب این ترجمه نشده، ترجمه شدهش میفرستادی میذاشتم. آقای شهنوازی الان درست شد تصویر، بس مشکل پیش خودتونه. سلام، مناسب خدا را شاکرم که چهره زیبای شما را دیدم. لطف دارید تصویر با صدا هماهنگی، تصویر شما یک جا استوب شده، الان درست شد. بس مشکل از پیش خودتون باید باشه. لجاجت خمینی بر تداوم جنگ و ادامه خونریزی ها. 1.5 دقیقه مصاحبه بعد از فتح خرمشهر. اكتشفوا بأنه إنسان دجال ومشعوذ. جاوبنا ما ظل مسحة سلمي إذا ما جاوبنا وياه. ما ظلت وساطة إذا ما قلنا نعم. ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى أمننا وأمنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم إلا وقلنا نعم. ما هو الطريق؟ القتال. القتال حتى النصر. دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله. شو نسوي؟ نقاتل. والمقابل هو علي أريلين. احنا ما ظل عندنا مقدمة لللين. كل ما عندنا في قاموس اللين والسياسة قدمنا. فلم يبقى إلا أن نقاتل. تعجيزه هو الذي يقرب السلام. عندما يعجز يقبل بطريق السلام. والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى وهو حي وبقرار منه. لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان. ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه. ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعبوا قضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه. کجایی که الان ببینید که چندی میلیارد برابر بیشتر میگیره، میلیاردها میلیارد گرفت از اوباما و غیر اوباما. فهو سياسي لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر. اینا تربیت شده همون گرگه که بازی ها رو میکنه. آقای ابوالفتح کسوری از لاهور و پاکستان. یک از التباس های مرا گوش کن. حالا خسته شدید؟ نمیدونم مقصودتون چیه. مقصودتون
آقای محمد از زابل. علیکم سلام ورحمت الله. عزیزم امیدوارم که حالت خوب باشه. خدا را شکر زنده ماندیم، چهره مبارک شما را دیدیم. در پناه الله همیشه سلام شاد باشید. خیلی متشکرم از شما. خداوند حفظتون بکنه. از محبتتون خیلی متشکرم. از قبر صدا در میاد. این کلیپی که شما فرستادید، نه این خب هر کسی میتونه این را درست کنه. آدم هر کلیپی رو که نباید باور کنه که کلیپ ساختن الان در دروغ سازی کلیپ های چنان با مهارت کلیپ درست میکنند که انسان باورش میشه. خدا نکرده. آقای عبدالله از بوشهر. پول ریختن پول ها در زری حرامه، 100% حرامه. ریختن پول ها در زری ها، زیارت کردن زری ها حرامه، درست نیست. حاجت خواهی از زری ها، من تعجبم که مردمی که از این زری ها شفا میخوان خود چرا اونجا پول میریزن، رشوه میدن به صاحب قبر؟ اگه اون نیاز به این پول داره چطوری نیاز دیگران رو برطرف کنه؟ عجب منطق شرک‌آلودیه. حکومت آدم وحشی میکنه، گاهی دین آدم وحشی. الان این دین ما داریم دین وحشیه، شاید هیچ اهلی هم نیست، هیچ مهربانی محبت. میگه حالا اگه امام زین العابدین رو دیدی بهش سلام کن، محبت. اگر گنبد آقا امام حسین دیدی بهش تعظیم کن. چرا آخه؟ چرا تعظیم کن؟ برای چی؟ این در رفته رو دیدی سجده کن، پول بریز توش. همه شرک‌آلود اینا رو میگن. هم ببین که این همه فصل گرفتار، گرسنه، بیچاره، فقیر، آبرودار. آقا این همه تلار چپوندی بیموش که چی مثلا زری مگه اون زری چه اشکال داره که میخوای یه زری دیگه هم ببر؟ اصلا اصل زری درست کردن کار باطلیه. آفتاب لگن هفت است، شمونه ها هیچی. آقا این رو بده مردم بیچاره مصرف کنن، هم صدای مردم در نیاد، هم یه خورده کمک دین، کمک نظام، کمک انقلاب، کمک مردم بشه. بگن آقا بابا لااقل به ما که یه گونی برنج دادن، حالا یه هفته هیچی نگید. میدونم چه علف شنگی پا میکنم. اینا همش بیهوده، اصلا اینا جایز نیست. یه فقیه ماهری نداریم که شهامت داشته باشه بگه اینا حرام. اینا همه یصدون عن سبیل الله، اینا راه خدا. این فقیه ماهر اگه این حرفو بزنه خمس خودش بسته میشه. اگر آقای منتظری این حرفو میزد، وقتی خودش داره خمس میگیره چطوری میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ محمد عبدالوهاب خدا رحمتش کنه این حرفو زد، ببین تا حالا پوش میخوره. داره میبنده حرام. آقا برای چی طلا رو میمالی به این گنبدا؟ آقا بده مردم بیچاره بخوره. حالا اگه ازت مسئول گنبدش خشتی باشه ما کمتر احترام میذاریم، حالا بیشتر احترام میکنیم. برمیدارن آقا مرده ها همه نیاز به دعای خیر زندگان دارن. پول جن انسان میمالن به گنبد یا زری بود. اینا جرأت میکنه آدم میگه آقا اینا حرامه، معصیته، اینا یصدون عن سبیل الله. یه فقیری بیچاره که با 1000 تومن میشه کارش را بندازی. عجیبه که با این جرأت حرف میزنه این آقا. اسم این آقا چیه؟ خدا خیرش بده. شما آخه کی این کارا رو میکنه؟ استعمار این کارا رو میکنه؟ این همه بودجه مملکت که باید بره تو شکم فقرا و ضعفا، این همه جوونا، دختر، پسر گرفتار، گرسنه، این کی این فتوا رو میده؟ این چیش ولایته؟ بیدینیه.
این همه بودجه ما یک کشور گرفتار محصول. حالا اگه ما بعضیمون خوب بود گفتیم به جهنم، آقا مال خودم میخوام بذارم برام بمالم به پشت بون امام حسین. حق نداری بمالی به پشت بون امام حسین. این همه مردم مؤمنین، فقرا، ضعفا، گرسنه، گرفتار، کمدار، ندار، بیچاره، فقیر، آبرودار، جوون، چقدر معصیت میکنن اینکه نمیتونن زن بگیرن. چقدر دخترها برای که جهاز نمیتونن فراهم کنن شوهر نمیکنن، شوهرشون نمیدن، نادانن. آقا این نظارات بده به خود امام حسین. لذا ما سابق میگفتیم، سالیان پیش میگفتیم جایز نیست تو این زریها پول ریختن. شما نظر حضرت معصومه کردی دمت گرم. بیبی که نیست که بهش بدن. آقا جون، بیبی جان اگه تو بودی چیکار میکردی؟ میدادی من از طرف شما میدم به یه فقیر. نظر اینطوری باید ادا کرد، نباید بریزیم تو این سوراخ سنبه ها. معلوم نیست چی میشه، چی میخوره، کی میبره. آقا امام رضا من نظرت کردم 1000 تومان میخوام بدم. 1000 تومان. اگه خودت الان بودی چیکارش میکردی؟ میدادی به یه فقیر. من از طرف شما میدم به یه فقیر. جایز نیست اصلا پول ریختن تو این سوراخ سنبه ها، چون اینا همش مصرف های فانتزی، الکی و گاهی هم استعماریه. مثل الان خدا خیرش بده. کاش که اسمش هم میگفتید، آقای عبدالله از بوشهر. رکورد مشرکترین قوم تاریخ با شرک بالاتر از ابوجهل. ببینیم این چیه. حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام مجسمه رو میساخت، میگفت یا علی جون میگرفت. خدا وقتی گل آدمی زاد خلقو من فاضل طینتنا. بفرمایید. دروغ آخوند دروغگو رو ببینید چه دروغایی میسازه. حضرت مسیح رو محتاج علی میکنه، یک پیغمبر اولوالعزم رو محتاج یک فرد غیر معصوم میکنه. علی معصوم نیست، عمر معصوم نیست، هیچ کسی از افراد مسلمان معصوم نیستن جز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. اونم به خاطر اینکه وحی برسونه، وحی خدا رو مردم برسونه. والله یعصمک من الناس، خداوند مردم تو رو حفظ میکنه. گل آدمی زاد رو خلق کرد. الله الله الله. وقتی که میخواست بدمه برای احیا شدنش نام علی ابن ابی طالب. خاک بر سرت. خب وقتی خود علی رو خلق کرد چی؟ خود علی مگه مخلوق نیست؟ اگه کسی در کفر این افراد و این آرا شک بکنه مسلمان نیست. آقای عبدالله از بوشهر، البته ایشون بعد از صحبت ها زندانی شدن. اسمشون چیه؟ حداقل اسمشون رو بگیر که مردم بشناسند یا حداقل ما بشناسیم. آقای عمر ترکمن، علیکم السلام، زیارت قبول باشین. عکس ابو حارث یکی از دعوتگران توحید در ترکیه هستش. دیروز توسط صوفی ها 12 تیر جلو زن و بچه شلیک کردن. 6 تا از تیرها از کمر پایین خورده. در هیچ کدام از کانال خبری ترکیه حرفش زده نشد. ابو حارث سلفی است. ای خدایا این چه حرفیه؟ معقوله؟ ابو حارث سلفی. بله، صوفی ها زدنش. سلفی کشی در ترکیه هم شروع شد. الان در افغانستان رو فهمیدیم چرا، تا حدی البته. من بارها شما درخواست کردم که میخوام این کتاب ها در پاکستان به اردو ترجمه شود، اما شما بی صدا جواب نمیدهید. اول من ندیدم، آقای ابوالکسور، من ندیدم. ثانیاً در پاکستان به اردو ترجمه بشه، خب
من که پاکستانی نیستم، اردو هم بلد نیستم، چه نقشی میتونم داشته باشم؟ خدا توفیقتون بده. دقت میکنید؟ من نمیدونم الان هم شما صدای منو میشنوید یا نه. دادسرای ویژه روحانیت چی؟ آیت الله محمد رضای واضح نیست. محمد رضای چی؟ واضح نیست اونجا. طنز امشب. این پرده آخر. خب به قابیل که حابیل رو میکشه، حالا ما بالاخره از نسل کی هستیم؟ نه، بشریت از نسل قابیل نیست. قابیل نسلی نداشت، نسلی ازش باقی نمود. غالب انسان ها از نسل شیث ابن آدم هستن. اصل آدم 60 تا بچه داشته، فقط همون حابیل و قابیل نبود. تصورشون اینه که همین دوتا بودن، یکیشون که کشته شد، پس همین یکی میمونه. پس بعد همین نه، نسل دیگری هم هبت الله داشت. حوا دو قلو میزایید و در بعض از جواز داره میشه در واقع 30 تا دو قلو زایید که میشه 60. یعنی بابا ننه های ما خواهر برادر بودن. شب و روزگار خوش. نه این تعجبی نداره. بابا ننه های ما خواهر برادر بودن، این تعجبی نداره. شرع دست خداونده و خداونده که اجازه میده. حتی اونها از یک شکم با هم ازدواج نمیکردن، از یک شکم دیگه. امام رضا گفت پولا رو بده بیاد. خب بریم پرده آخر. موسی جعفر در زندان با اون وضع فجیع و اسفبار شهید شد. امام رضا در فشار سنگین طاغوت بود، عیالواری هم سنگین بود. نامه نوشت به علی بن ابی حمزه بطانی که وکیل امام موسی جعفر بود در بصره عراق کنونی. نامه نوشت بهش که آقا این پولایی که از دست مردم شیعیان گرفته ای خمس از مال من امام رضاست به نص قرآن کریم، پولا رو بده بیاده. این در جواب حضرت نامه نوشت که بابای شما در زندان شهید شد و شما مدینه بودی، من میترسم پولا بدم به شما، بعد برادرت بیاد بگید امام منم به من بده، من چی جواب بدم؟ آقا در جوابش نامه نوشت ما نکنی حرفا را، پولا رو بده بیاره. باطل قصه بود که بهانه را می آورد که این پولا نده. طلا مثقال چنده؟ 25 میلیون مثقال طلا خمس از امام رضا پروین جونور بود. دید اگر بخواد امامت امام رضا قبول کنی پولا رو باید بده. گفت واسه تو امام نیستی، امامت رو انکار کرد. کل امامت به خاطر پوله. کل امامت خوردن از امامات. شب و روزگار خوش. گرایه های آیت الله طالقانی از قرآن ستیزی ملایان، خدا رحمتش کنه. جان شروع کردن تفسیر قرآن گفتن، از دو طرف کوبیده میشه. چه حقی داره کسی تفسیر قرآن بکنه؟ این قرآن در بس باید خوانده بشه و به قرائتش مردم بپردازن. گاهی هم در مجالس فاتحه اگر یه آدم جانی، خائن، دوست، فاسق یه عمری فساد کرده چند آیه قرآن خداوند بیامرزه. و چقدر من خودم فشار تحمل کردم تا بتوانم این راه رو باز کنم که قرآن برای تحقیق، برای تفکر، برای تدبر، نه برای صرف خواندن و تیمم و تبرک جستن. دوستان، برای یکی از دوستان یه مشکلی پیش آمده. از شما میخوام که
با هم براش دعا کنیم خداوند مشکلشو حل کنه، به وسیله ما، به وسیله ما و شما خداوند برایشون فرجی بیاره. داستان ویژه روحانیت آیت الله محمد رضا نکونام را به 5 سال حبس تعزیری و شلاق و خلع لباس محکوم کرد. این خلع لباس که این لباس ذلت و خاریه، لباس دروغ و فریبه، خلعش کردن براش افتخاری باید باشه. آیت الله محمد رضا نکونام. اللهم اینی اسألک بسط الرزق. دعای جایز نیست؟ بله، از خداوند رزق فراوان میخواهید، هر نیازی که دارید از خداوند بخواهید جایزه و مهم نیست که حتما به عربی باشه. دعاهای مسنون، اون چی که از پیامبر وارد شده یا از قرآن، اون به عربی باشه خوبه، بهتره، اما دعا اون نیاز شماست در دلتون، نیازتون رو به خدا بگید. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. انشاءالله که برنامه رو فردا دوباره مثل طبق معمول ساعت 6:30 به وقت لندن در خدمتتون خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام